بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: قوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قول مؤلف يعني صاحب متن الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي چنانه که فرمود: بدان الله تو را رحم کند که واجب است به هر فردی مسلمان و مسلمه آموختن این سه مسئله و طبق اونها عمل کردن. شارح می فرماید: هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه. هذه المسائل الثلاث يعني إنسان مسألة از همه مهمترین و ضرورترین مسئله هایی است که با توحید و با حقوق توحید سر و کار دار است. یعنی اگر پرسند که این رساله دویمی ذکر کرده شیخ به چی سر و کار دار است و به چی تعلق دار است، میگه به توحید و به حقوق توحید. فهمیده؟ قوله الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. صاحب متن فرمود یکم از این سه مسئله از آن عبارت است که الله ما را آفرید. این نعمتی چی است؟ این نعمتی ایجاد است. و رزقنا ما را روزی داد. این نعمتی چی است؟ نعمتی چی است؟ رزقنا روزی ما داد میتیزد است. در متن گذاشتیم همه همینا را. این نعمتی امداد است. ولم يتركنا حملا، ما را بیکار ترک نکرد. معنای بیکار ترک کردن اون است که ما را ترک نکرد که نه به ما یعنی که امر کرده شود، یعنی ما را نه به یگون کار امر کند و نه ما را چیکار کند؟ از یگون کار منع کند. حملا همین معنی میده. معنیش چی بوده است؟ معنی حمل یعنی به یگون اهمیت نه ما را امر فرماید و نه ما را از یگون کار منع کند. اگر این خیل میشد در نتیجه به مانند در قطار حیوان ها میشدیم. به حیوان ها نه امر کرده شده است به انجام دادن یگون کار، نه از یگون کار منع کرده شده است. فهمیدید؟ بله. شارح می فرماید الله رحمتش کند: الله خلق الخلق. الله حق سبحانه و تعالی خلق ها را آفرید. خلق به معنای مخلوق است. برای چی؟ لیعبدوه، برای خاطر آن الله سبحانه و تعالی خلق را آفرید است که تا وی را عبادت بکنند. همین لیعبدو لام چی است؟ لام تعلیل است. لام چی؟ لام تعلیل. معنای تعلیل آن است که هر سخنی که پیش ذکر شده است علت و سبب آن خبر میدهد. اگر مبادا این نمیگفت یک کس برای چی گفته شما را سوال میداد. الله خلق الخلق میشود یک کس که شما را میگفت برای چی؟
انا برای چی گفتنش به جواب شود گفته شیخ جواب داده است از طبق نشان دادی الله سبحانه و تعالی لیعبدو آفریدهشون که تا وی عبادت کنه. کدام انسانی که الله را عبادت نکند و مخالفی مقصد از آفریده شدن خودی خوست. یعنی کدام انسانی که طاعت و عبادت الله را به جا نمی بیارد و انسان مخالف است. مخالفی چی؟ مخالفی آن مقصد است که الله به همون مقصد وی آفریده است. مراد از اون مقصد چی بوده است؟ عبادت. از همه بزرگترین مقصد این عبادت است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و معنی یعبدون یوحدون. معنای عبادت چی بوده است؟ توحید. فلم يخلقهم هملا ولا سدا ولا عبثا. وایها را الله سبحانه و تعالی بیکار نآفریده است. ولا سدن، اینم بیهوده. به معنای چی؟ سدن و حملا قریب که معنای هر دو نزدیک هستن. به معنای اینکه نه او را امر کرده شود و نه وی را منع کرده شود. برای همین آفریده است مگر انسان را نه. لا حملا ولا سدن، نه یعنی به خاطر آن آفریده شدگی نیست که او را نه امر کرده شود و نه منع کرده شود. ولا عبثا، و برای یگون بازی و بازیچه آفریده شدگی نیست انسان. عبث گفته بازی رو میکنه. و برای چی آفریده است او را؟ لکنه خلقهم لامر عظیم ولحکمت عظیمه فیها سعادتهم و فیها نجاتهم. نگاه کن. لکنه، ولی الله سبحانه و تعالی مردم را آفریده است به خاطر یک امر، یک کاری بزرگ و به خاطر یک حکمتی بزرگی که فیها سعادتهم، در آن حکمت، در آن امر بزرگ سعادتمندی خودشانه. یعنی اگر همون کار را، اگر همون مقصد را، همون حکمت به جا بیارن و برای سعادتمندی کیه؟ خودشان است. و فیها نجاتهم، و در آن نجاتی خودی آنهاست. فهمید؟ در عبادت کردن من و شما الله ذره فایده نمی بیند، چنانه که در ترک عبادت من و شما نعوذ بالله الله یگون ذره ضرر نمی بیند. فهمیدید؟ اگر الله نکند تمام جهان سر تا سر کافر شوند، همه کافر شود، الله نکند، در کافر شدنی آنها الله یگان ذره ضرر و زیان نمی بیند. اگر مبادا همه مؤمن و مسلمان شوند، در مؤمن و مسلمان شدنی وها الله سبحانه و تعالی یگان ذره پشتی وها فایده هم نمی کند. همه خلاص، بلکه فایده با خودی، برای خودی همون مردم است. اکنون مراد از اون حکمتی بزرگی که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر آن آفریده باشد چی بوده است؟ و هی ان یعبدوا الله وحده لا شریک له. اون مقصد آن است که الله را عبادت بکنند، وحده، تنها است، لا شریک له، شریک ندارد. كما قال تعالى، چنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جنها و انسانها را تنها به خاطر عبادت خیش آفریدم، یعنی به خاطر توحید خود. و هذه العبادة امرهم الله بها في قوله تعالى، في قوله سبحانه، و این عبادت را الله سبحانه و تعالی در قول خود آنها را امر فرمود. یعنی در دیگر جا الله امر فرموده است. یعنی در اینجا گفت که من جنها انسانها را برای خاطر عبادت هم آفریدم، هم خلاص. با در دیگر آیت امر کردگی است که عبادت کنید گفته. فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم پروردگار خود را عبادت کنید. این آیت در وقتی متن خواندیم دلیل برای چی بود؟ و رب هو المعبود گفته، از همین دلیل آورد به شیخ.
ابن كثير تحت همین آیت چی گفت؟ در دوامش گفت که الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده. وفي قوله تعالى و در قول الله سبحانه و تعالی امر با عبادت است که میفرماید و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، پروردگار تو امر کرد، چون که قضا به معنای امر است، قضا به معنای الزمه است، قضا به معنای اوجبه است، سه تا معنا میده. پروردگار تو امر فرمود، پروردگار تو لازم گردانید، پروردگار تو واجب قرار داد که الا تعبدوا الا ایاه، یگان کس و یگان چیز را غیر از وی عبادت نکنید. و فی قوله تعالی تزبیم رب یوتس، و در قول الله سبحانه و تعالی فرمود واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله را عبادت کنید و با او یگان کس و یگان چیز را شریک قرار مدهید. شیخ محمد بن عبدالوهاب فرمود که واعظم ما امر الله به التوحید و هو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. از همه بزرگترین امر توحید است و از همه بزرگترین نهی این شرک است. و فی قوله و در قول او تعالی نیز امر به عبادت آمد فاعبد الله مخلصا له الدین، الله را عبادت بکن، فاعبد الله، الله را عبادت بکن، مخلصا له الدین، دین را برای او اخلاص کرده. معنای دین را برای او اخلاص کرده چی است؟ ای قاصدا بعملک وجه الله، به عملی میکردگید، به عبادتی میکردگید، به دینی که تو دینداری میکنی او را روی الله را قصد کرده باشی. روی الله را قصد کردن کدام وقت میشود؟ همون وقتی که انسان طبق نشان دادی یعنی که خالص یا که نیتش برای روی الله باشه. فهمیدید؟ نه. و مراد از دین چی است؟ مراد از دین عبادت است و طاعت است، یعنی همون طاعت و عبادت خالص برای الله ادا بکن. خالص ادا کردن عبادت برای الله چی میشد؟ قاصدا بعملک وجه الله، به عملی میکردگید قصد و نیت الله را میکنی، روی الله را دیده می، خاطر الله را میبینی کار می، نه خاطر پدر، مادر، ایشان، خوجه، همسایه، پیش همسایان عیب نشود، نماز جمعه رو هم که عیب نشد در حد همسایه، هم خیلی هست دارم، هم اینا شرکه، ممکن نیست. و فی قوله و در قول او تعالی، این آیتایی که ما ذکر کردیم در درون اینها چی هستند؟ یعنی همه شامل عبادت است. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصا له الدین، و ایشان را در کتابشان امر کردن نشده بود، یعنی که مؤمنهای پیشینه، امتی پیشینه، مردمی پیشینه، امتانی پیشینه را امر کردن نشده بود در کتابشان مگر چی امر کرده شده بود؟ لیعبدوا الله، و یا هم نیز امر کرده شده بودن خیلی که شما را امر کرده شده است به عبادت الله مخلصا له الدین، برای الله دین را اخلاص کرده، یعنی قاصدین بعبادتکم وجه الله، باید که شما برای الله دین و عبادت را و طاعت را چکار بکنید؟ قصد کنید روی الله. و فی آیات کثیره امرهم فیها بالعباده، در بسیار آیات ها الله مردم را امر به چی کرده است؟ عبادت کرده است که ما اندکی از اون آیات ها را ذکر کرده. و هي توحیده جل وعلا، مراد از اون عبادت توحید الله عز و جل است. و تخصیصه بالعباده، و الله را در عبادت خاص و مخصوص قرار دادن است، یعنی عبادت ها را خاص برای الله صرف کردن است.
و مراد از اون عبادت ها کدام ها می باشد؟ من دعاء و خوف و رجاء و توکل، خواه دعا باشد، خواه ترس باشد، خواه امید باشد، خواه توکل باشد، و رغبت و رهبت و صلاة و صوم و غیر ذلك، خواه رغبت باشد، طمع باشد، خواه هراسیدن باشد، خواه نماز باشد، خواه روزه و غیره، همه اینها و دیگر انواع عبادت باید که مخصوص الله باشد، اینا را برای الله خاص قرار میدهیم. فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه، انا همون الله هست حق برو لایق عبادت عز و جل، نه غیر، نه تمام هر چیزی که او غیر الله است، نه هر چی که غیر الله وی را یا که وی ها را عبادت میکنن و یا حق برو لایق عبادت نیست. ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي، در عبادت یا که در این داخل می شود چی انجام دادن امرها و ترک کردن منع کرده شده ها. فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله كل هذا داخل في العبادة. فأداء الأوامر، امرهای الله را ادا کردن، اون امرهایی که الله و یا را امر کرده است تو را و رسولش تو را امر کرده است، و ترکی منع کرده هایی که الله تو را از اونها منع کرده است یا پیغمبرش منع کرده است، تمام اینها داخل هستند در چی؟ در عبادت. و هذا هو الاسلام، اسلام گفته همین میگویند. و هو الدین و هو الایمان، این است دین، این است ایمان، یعنی اسلام و دین و دینداری و ایمان و ایمانداری همین است. و هو الهدى، راه راست همین است. فلا تصلی الا لله، بنابراین تو نماز مگذار مگر برای خاطر الله. ولا ترکع الا له، رکوع مکن مگر برای الله. ولا تذبح الا له، ذبح نکن، نذر نیاز نکن مگر برای، ولا تذبح الا له، فقط برای الله ذبح کن، نه برای یگون مزار و ولا تدعو الا اياه، دعا مکن مخوان مگر وی را. ولا تتوکل الا علیه، و توکل مکن مگر به همون ذات. الى غیر هذا من العبادات، و غیر از این با دیگر عبادت. اما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه، اما یاردم پرسیدن به یک کسی که و حضور دارد و همون یاردمی که شما پرسیده ایستاده قادر باشد، در فيما يقدر عليه گفته ایستاده است که قادر باشد، زورش میرسه دیگه باشد، فهذا ليس بعباده، این عبادت نمیشود. فهمیدید؟ كما قال سبحانه في قصة موسى، خلي که الله تعالی در قصه موسی چنین گفت: فاستغاثه الذي من شيعته، از وی یاردم پرسید. فهمیدید؟ از وی یاردم پرسید، یعنی یک کس از موسی یاردم پرسید. الذي، همون کسی که من شیعته ای من اصحابه، این از بنی اسرائیل بود. از موسی یاردم پرسید، به مقابلی که یاردم پرسید علی الذی من عدوه، به مقابل همون کسی که از زمره دشمنانش بود، یعنی از قبطی ها بود. قبط همون قوم فرعون میگویند. به موسی زورش رسید، یعنی زورش رسید، اومد یعنی که همون از بنی اسرائیل بود دیگه، شخص خلاص کرد و یک شخص زد، یک مرگ شد. قصه درازه. فإن موسى قادر على أن يغيثه، بدرستی موسی قادر است به یاردم دادن او. اما دعاء الميت ودعاء الغائب الذي لا يسمع كلامك او دعاء الصنم او الجن او الاشجار ونحوها فهذا شرك المشركين. شیخ میفرماید که اما فریاد کردن مرده ها، او غوث العظم، او حسن، او حسین، ای پیغمبر، ای فلانه، ای پس، ای بالا، خب، و دعاء الغایب، و دعا کردن کسانی غایب، زنده انو
میگفت که حالا بابای شما نشونیده استادیم میگفت الذي لا يسمع كلامك کسانی که کلام تو را نمیشنوند یا که دعا کردن بت‌ها جن‌ها و درخت‌ها و غیر از اینها این شرک مشرکا است این همون شرک مشرکا است و هو الشرك الاكبر این شرک اکبر است الذي قال الله فيه آن شرک اکبری که درباره وی در مورد وی الله تعالی فرمود ان الشرك لظلم عظیم هر آین شرک ظلمی بزرگ است از ابن مسعود روایت میکنند بخارینده شرک این ظلمی بزرگ است واقعا این آیت یعنی که در ابن عباس در تحت این اومده است که انا ظلمی بزرگ بودنی یعنی که شرک دلالت میکند که برای چی شرک ظلم نامیده شد معنای ظلم چیست ظلم یک چیزه در ناجا قرار دادن این الشرك لظلم عظیم گفتیم معنای ظلم چیه آخه ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه خوبتون گرفتن نه یک چیزه در جای خودش نمونده این ظلم میشه یک چیز اگر حقی شما باشد و ما وی گرفته دیگر کسبتی هم اگر ظلم میشه در حق شما ظلم میشه و شما چی میگید که حق الله را گرفته اگر برای یکون کس آدم صرف کنه با از این دیگه ظلمی بزرگ هست وقال تعالى الله تعالى فرمود ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اگر وایها شرک آوری میکردن شرک می آوردن یعنی پیغمبران پیشینه رو گفته است اگر پیغمبران پیشینه با وجود این رتبه بلند داشتنشون شرک می آوردن البته عملشون حبط میشد یعنی باطل میشد البته ویرون میشد ما كانوا يعملون چی عملی که کردن چی خدمتی کردن اگر اندک شرک می آوردن الله تعالی عملشون چیکار میکرد ویرون میکرد وقتی که پیغمبر با اینقدر رتبه بلندش با خدمتای بزرگش که من و شما تمام عمر اگر خدمت کنیم اگر با یگون خدمتی و برابر شده نمیتونه وقتی که چنین اشخاص به سبب شرک عملشون ویرون شود بعد کسانی که از ویها رتبهشون پس هسته بعد عملی وی آباد میماند نمیماند وقال سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به الله میفرماید که الله نمیبخشد به او یگان کس و یگان چیز شریک قرار داده شود و یغفر ما دون ذلك از شرک پایانش میبخشد دزدی کند دروغ گوید دیگه گناهی کبیره کند الله میبخشد یا نه ما نمیتوانیم گفتن که الله نمیبخشد او و نمیتوانیم گفتن که بالجزم یعنی قطعیاً گویم که الله میبخشدش تا علاوه نکنیم چرا ان شاء الله یعنی اگر الله خواهد میبخشدش برای من گفته شده است که و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء کسی را الله خواهد الله خواهد نه که من خواهم یا کسی دیگه خواهد فهمیدید شدید برای خاطر همین شرک انیق الله نمیبخشدش برای زنی که الله خبر داده است اما غیر از شرک دیگه گناه ها را الله سبحانه و تعالی یعنی که تحت مشیت خود قرار داده است فهمیدید وقال سبحانه ولقد اوحی الیک واقعا به تو وحی فرستانیده شد ولقد اینجا جواب قسم شده این است در اینجا قسم محذوف است حذف شده دیگه یعنی قسمیات که به تو وحی فرستانیده شد و الی الذین من قبل که و کسانی که قبل از تو بودن یعنی این سخن این قانون ما فقط برای تو نگفته سادیم این قانونی که من پیشنهاد تو کردم تو رو فهمونده شدم برای پیغمبران پیشینم گفتگی بودم گفته شد الله سبحانه و تعالی لئن اشرکت قانون وظیفه این است که قسمیات که اگر تو شرک بیاوری لا يحبطن عملك عمل تو چی میشد ویرون میشه ای لا یبطلنک ولا یفسدنک ویرون فساد نیست و نابود میشه با وجودی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از همه بهترین
پیغمبران است، نه فقط بهترین پیغمبران، بهترین مخلوقات است. فالله خلقنا، الله ما را آفرید و رزقنا و به ما روزی داد و لم یترکنا هملا، ما را بی اهمیت و بی پروا نگذاشت، بل امرنا بتوحیده، بلکه ما را امر فرمود به توحید خودش و طاعته، به طاعت خودش و ترک معصیته، و ما را به ترک معصیتش امر فرمود. بل ارسل الینا رسولا، گفت شیخ فرمود بلکه به سوی ما رسول فرستانید، ما را بی رسول نگذاشت، بی راهبر نگذاشت. برای چی؟ برای خاطر همون مقصد اساسی که من شما را به خاطر اون مقصد آفریده شده و یا چیکار کردن؟ با تازه کردن و یا خاطر رسون کردن من شما. الله سبحانه و تعالی همین من شما را در ابتدا به خودش شناس کرده بود. قال الست بربکم، گفت که من پروردگار شما نیستم؟ ارواحا چی گفتن؟ قالوا بلا. همون بلا خاطر همه برام دیگه است. فهمیدید؟ پیغمبران اومده همون توحید چیکار میکنن؟ دوباره از نو برقرار کرده، دوباره یعنی که تازه کردن، نه خاطر رسولی مردم میکنن. و ارسل الینا رسولا، و ما الله سبحانه و تعالی رسول فرستانید، و هو محمد علیه الصلاة و السلام، مراد از اون رسول محمد صلی الله علیه و سلم، نه یگان کسی دیگه. بكل ما تقدم، به تمام چیزهای گذشته، او تنها نومد، به تمام اون امر و نهی هر چیزی که هست قانون الهی. و انزل علیه القرآن بذلك، و با آن قرآن نازل کرد. برای چه؟ لنستقیم علی ما فیه من الهدى، تا اینکه ما قائم شویم، خدا ما را راست کنیم طبق آن هدایتی که در قرآن نشان داده شده است. و نعمل بما فیه من الاوامر و تا اینکه ما عمل بکنیم بما فیه، و تمام چیزی که در درون قرآن است من بیان میکنه، مثلا الاوامر، امرها، و ننتهی عما فیه من النواهی، تا خودداری کنیم از تمام چیزهایی که در قرآن آمده است، از چیزهای منع کرده شده. و علی ید محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم النبیین والمرسلین، و به دست محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، خاتم پیغمبران و چی؟ و فرستاده شدگان. جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده است برای چی؟ لیعلم الناس دینهم، برای خاطر اون که به مردم دینشان را تعلیم بده. فهو خاتم الانبیاء و امامهم و افضلهم، و خاتم پیغمبران است و چه؟ افضل، از همه بزرگترین پیغمبران است. فمن اطاعه دخل الجنه، یا اصل گیریم کسی اطاعت از وی کند همون کس جنت می‌دارد. و من عصاه، کسی از وی عاصی شود چی میشد؟ دخل النار، به دوزخ می‌دارد. فمن اطاع هذا الرسول واستقام على دینه، کسی اطاعت از این رسول بکند و در دین او قائم بشود، راست بیستد، یعنی طرفی چپ و راست میل نکند، فله الجنه، برای چنین کس جنت است. و من عصى هذا الرسول و حاد عن دینه فله النار، کسی از این پیغمبر عاصی شود و از دین او مائل و روگردان بشود، فله النار، برای او دوزخ منتظر است. کما قال تعالی، چنانه که الله تعالی فرمود انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، به درستی ما به سوی شما رسول فرستانیدیم همچون شاهد، ای یشهد علیکم یوم القیامه باعمالکم، معنی شاهد چی است؟ در روز قیامت به مقابل شما چیکار میکنه؟ شهادتی میدن به اعمال شما عمل کردن نکرده به شهادتی میدن. فهمیدید؟ یعنی باعمالکم، به اعمال شما. کما ارسلنا الى فرعون رسولا، این همین دلیل است، چنانه که به فرعون ما رسول فرستانیدیم، فهو مرسل علیه الصلاة والسلام، انهوی فرستاده شده بود به سوی فرعون، اون رسول بود به سوی فرعون، مراد از او کی بود؟ موسی علیه السلام. فعصى فرعون الرسول، بس در نتیجه
فرعون از رسول عاصی شد، فاخذناه اخذا وبیلا، ما او را هلاک کردیم. میگوید ای اهلکناه، ما او را هلاک گردانیدیم به هلاکت سخت، یا که ما او را به عذاب سخت گرفتیم. ای اخذنا فرعون اخذا وبیلا فی الدنیا بالغرق، یا که بالغرق و فی الاخرة بالنار. ما فرعون گرفتیم به عذاب سخت در دنیا، به غرق شدن یا که به غرق کردن، و در آخرت به عذاب آتش دوزخ. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.